خونه خنک شب که هستن کودکان گریه میکنن. بعد چه پرابلمش چی گپ شد؟ اکا اسم شریف خطی من برماتکی هستم گپا بزرگ زدگی من. السلام علیکم برادرای ما تماشابینای کانال بابو جان مدیا. برادرو خیلی کمی از روزه ده پرانوار کرده بودیم. انا عوض باشد یک پیگای جدمو ده علاکه خیلی شد که زیادی بعد التماس خواهش داره که ما را یا نوار که کمک میکنن. انا کدامی که خیر خواهی همی اپرای دستگیری کنین. کدامی که نمیتونین ویدیوش لایک مونه که تا ویدیوش پنج شوه و برادرای خیر خوب ببینن خیر خچونه برسونن. خب برادرو از این اپا خودش هم هست. چه کمبودی باشد همشه با میفهمونه خواهش میکنم همین اپا دستگیری کنین ای برای الله. از اپا خودش همین گپ میزنه همشه میفهمونه. خب السلام علیکم اپا. خب اپا جان شما نوار ما در قرار داریم برنامه خیریوی ما در انا کومیتونین آزاد کده چی میگن خوش رو کده بفهمونه که شما چی مشکلی دارین که همین برادرها بفهمن که مشکلیتون چیه که قدر شید ما در مراجعت میکنین امیره میتونین فهمونده اپا. من برای پدر مادران اپا خواهران سلامتیش و میخواهم که من یک مادر تاجیک هستم در شهر والگرد زندگی میکنم. صاحب تا فرزند یتیم دارم. شوهر من 2021 دنیا گذشتگی بچه کلونی 5.5 ساله های 19/07/2019 های تولدش. بچه دیمگین 28 اپریل 2021 تولدش. پدرشو گرجدان همیجه بود. کودکا با فامیل پدرشو که هستن صغیر پولی میگیرم ای طرف دولت خوردانی پشوکاش و ای طرف دولت خونه زورم نمیرسه به همیده فرزند اجاره ایستادگی هستم خونه خنک شب که هستن کودکان گریه میکنن ایزر بیاره خدمت سوخته گرفتگی بعد فرزند یتیمم اپا خواره همه کسا به خاطر الله همیده فرزند یتیمی در بدر من یردم کنی. خب اپا جان غیر ای که ای طرف دولت کم و بیش هم باشه کمکتون میکنه برای فرزندتون با هسته یگون نزدیکتون یگون همسایه شاید یگون نزدیکی که مثال کمکش برسه هسته میخیل یگون کس کمکتون کنه. ای محجید همه طرف والگرد خراکه کرچکه پیاز خیلی ها میارن میتین ای خیلی سون نیه. شما در همین حاجی در کجا قرار دارین؟ در والگرد در طرف نیکلایسکی میگن در نیکلایسکی. شما در خونه یگون کس اجاره میشینین یا که در کجای نوزی؟ همین خونه را گرفتم خدید فرزند زندگی کردیسم پول همه را 100,000 دادگی هستم 500 تایگش نمیام که با خونه را با کودکام بگیرم. فهمم. شما شهروندی داره نه؟ گرجدان تاجیکستان و روسیه نه. فهمم. شما شهروندی تاجیکستان دارین؟ خب اپا اوزی شما در فقط کمبودی همیه که باید خونه را به خطانه بکنین نشیده سه همه میخوام که همه 2 فرزندک من صاحب خونه رو در کنم. خودت یگون جا کار میکنی یا نه؟ نه یگون جا در کار نمیکنم. کودککای من مایده کن یگون جا در کار نکدیستم. نگاه که اپا برای چی سوالو زیاد میشوه این سوالوی است که در کامنتری من میدونم که زیاد میشوه این سوالو ما میخوام که امیو شما در چیزو را سوال بتم که امو در سوالوی که کامنت در من رسونه جوابشون بگیرم. انا سبب کار نکردن تون همی کودک خور دارین همی از سببش همین خاطر همین 2 فرزند یتیم یگون جا در کار کردن نمیتونم. مایده کن یگون کسی نیست مقصد نگاه بین کنن شو. اما بعدی که شوهرتون گذشته شد شما بگیم که در همین حالت زندگیتون وزمینه با همین حالت گرفتار شدم. شما یگون بار این چیز حتمیه پرسیدنش برای که شاید شما را در یگون نوار یگون بلوگریگه دیدگی باشم بعد هر فکری بزیب نکنن شما را یگون بلوگریگه پیش ما ویدیو کده بود یا نه اپا؟ اکا اسم شریف خطی من برماتگی هستم گپا بزیب زدگی من 4,000 یاردم کدن 4,000 زیاد یاردم کردگی نیستن. چندین کس گفته که هستم کما بود کردگی نیستن. خلاص که
برادرمون محمد شریف وقتی ویدیو کرد 4000 روبل جمع شد. 4000 روسیه. بعد چه خیلی پرابلمش چی گپ شد؟ اوجا چند دین کس نوشته است که مقصد من خودم سراسیمه گپ زدگی هستم، گپای خطا زدم که نوشتن که کودکاش دیگه کسان دکمنت شوهر ما کودکو ما روی کردم کاغذ وفاش بعد دیدن دیگه یاردم نکردن خطای خودم بود. انا همین مشکلی را گفتم در کار اپا جان که انا بعدی که در نوار ما میبینن یگان فکری بگن به غلط نکنن یگان فکری خطا نکنن با همین سبب باید که چیزی هست همون را باید بگن که انا مقصد مردم بفهمه یگان فکری چی نکنن. خلاصه اینجا خطاگی اختان شد که کانت از سراسیمه شدن گپاتون بگن دیگه چی نکنن. خودم شده که بدا فهمو اپا. انا انشالله خیلی نفرایی که تماشا میکنن انشالله که دست کمک دراز میکنن خیلی که ما در هر یک نفری که ما در مراجعت میکنم من میگمشون که مثال در نصیب تقدیرتون چندی باشه ما پیشکی گفتن نمیتونم یگان تدارکی مثلا این یک قسم جمع میشه یا این قدر نصیبتون ده چیزی که باشه اپا ما برای الله میپرتون ویدیوتونه. انا بعد ایرانی بگم اپا امی شما ما در پیشنیاد کردیم چیزی فقط روی خدا گپ زنین یگان کس شما رانی چی میگن بالای سرتون در چی تو نکه که دروغ بگین چیزی که حقیقت هم را بگین. ما شما یگان پاره یگان چیز طلب کردیم یا نه؟ نه سر دو فرزان هلگریم که طلب کردگی هم نیستیست درباره سون گپ زدگی نیستی. انا این خیلی بعضی نفرای هست اپا جان اکو مثلا میگن که فلان بلوگر را گفتیم 10,000 میگهش 3,000 4,000 ما با یگان ذاتی بلوگرش هم کار ندارم کدامش مبلغ بگن طلب میکنه نمیکنه اوش کانال خودش پرابلم خودش کار خودش ما یگان ذات شدن کار ندارم ما کار خودم میکنم. مثال کاری که برای الله شد او باید که خیلی شوه که چی میگن صدقان شوه. انا برای همین اپا این چیزا گفتنش خوبه که بسیار شغل کامنتاری در شاید خانواده ما در گیم اقرار میکنه که تو برای هر وقتی که من میگم لایک بمونین خواهش میکنم که التماس لایک بمونین فکر میکنه که برای منفعت ما با این خاطر ما گفتم که همون افراد بفهمن که این برای منفعت من نیست این با اون خاطره که لایک من میگم ویدیو را پهن میکنه که شما در کمک میشوه این برای فایده شما میشه برای من نمیشه. انا امی برادرایی که خیر میکنن مثال دست کمک دراز میکنن امینو ده چی گفتنی چی دوشون دادنی اپا همین افرادا؟ من همه اپا مادر خواهر اکه هستن که تماشا میکنن با خاطر الله و خاطر ماه شریف رمضان کمک کرده تونستن فهمیده فرزند یکنان کمک کرده نتونستن یک دعا کنه. ما هم در حق او دعاگو هستیم خداوند همه روز من دیدم یگان بنده نبینن که جای باشن الله همه کسیشو نگهدار باشن. آمین. انشاءالله که یاردمت میکنن اپا. خب اپا کارتای زبیربانک تونه تکرار کنین 904 403 78 41 همین نمرم در کارتم پیوست کردگی هست. زبیربانک ها؟ زبیربانک دارم. با نام فامیل کی میبروی اپا؟ قربان و دلافروز با فامیل خودم. فهمو. مالش خوب اپا خدا نگهبانتون پناه خدا. مالش شما رو خدا نگهدارتون باشه. خب پناهتون بخیر. سلام عزیزم، میخواستم درباره فایده های کمپانی فابرلیک معلومات دهم. انتخاب من این فابرلیک چون که بهترین فایده ها را برای کارگرانش مهیا میسازد. فایده های این کمپانی بهترین اینها هستند: رجیستراسی بی پول، آموختن کار بی پول، بهترین اکسیه ها هر کاتالوگ، стартовая программа که 5 شب ما میتوانیم تحفه های زیبا گیریم با نرخ 1 روبل و یا 50 درهم. розыгрыш ها از طرف директорهای بهترین ما، бонус های материнства, VIP программа, бонус развития, стабильность, бонус квалификационный бонус برای директорهامون, бонус быстрый старт. فابرلیک کمپانی هست که بهترین همکاری می نماید و از پیشروی شما بسیارتر خرسند می شود و بهترین شانس ها را برای موفقیت ما مهیا می سازد. از انتخاب این کمپانی تنها برد می نمایی و به قله های بلند می رسی. پس بیا شانس را از دست نده و با ما یک جا شو.
ва соҳиби ин гуна тӯҳфаҳо ва бонусҳои зебо шав.